هورمون تستوسترون میتونه فانکشن ها و عملکردهای زیادی رو برای بدن انجام بده. Make the ground shake, make the ground scream. Me feeling knock out the enemy. Bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you beginner. Keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I come in the arena. از جمله عملکردها و تاثیرات میتونیم بگیم که هورمون تستوسترون در وهله اول میتونه روی بحث کلاژن، روی بحث رشد مو تاثیر مثبت داشته باشه. همینجور رو بحث اندامهای جنسی مانند تولید اسپرم، روی بحث عضلانی مانند رشد عضله، افزایش قدرت، افزایش استقامت و همینجور روی بحث فانکشن های مغزی مانند سکس درایو یا افزایش محرک های جنسی، بهبود خلق و خو، افزایش اعتماد به نفس و مموری فانکشن یا عملکردهایی که مربوط به حافظه هستن میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. اما یک تاثیر دیگه هم که میتونه دوستان داشته باشه عملکرد تستوسترون بحث چگالی استخوان و موضوعاتی که مربوط به سلولهای قرمز یا اون مغز استخوان هست. اما موضوعی که در دوره 0 تا 3 برنامه نویسی تمرین ما بهش میپردازیم، اگر بخوام خیلی کوتاه اینجا بهتون بگم، بحث سطح تستوسترون هسته. حالا در افراد سالمند یا در افراد جوان. ببینید دوستان، سطح تستوسترون تقریبا در ساعتهای 7 تا 8 صبح به اوج خودش میرسه که این افزایش اوج در افراد جوانتر خیلی بیشتره و سالمندان غالبا کمتر هسته. و همونجور که به سمت شب داریم نزدیک میشیم، این نوسان غلظت تستوسترون ادامه داره تا زمانی که میرسیم به تقریبا ساعتهای 7 تا 8 شب که غلظت تستوسترون تقریبا 25% از صبح کمتر هست. یعنی همونجور به سمت شب ما نزدیکتر میشیم، به سمت عصر یا شب داریم نزدیکتر میشیم، غلظت تستوسترون کمتر هسته و این کاهش غلظت تستوسترون غالبا در افراد سالمند میتونه بیشتر باشه.